به نام خدا. سلام. تهیه گلاب را مشاهده می‌فرمایید. برای تهیه گلاب در حجم کم بهتر است که گلبرگ‌ها جدا و تمیز شوند. آنها را در ظرف گلابگیری ریخته سپس آب به آن اضافه می‌کنیم تا روی سطح گلبرگ‌ها. نباید مقدار آب زیاد شود چون عیار گلاب را پایین می‌آورد. سپس در ظرف گلابگیر را روی آن بسته و روی حرارت قرار می‌دهیم. ورودی و خروجی آب را تنظیم کرده طوری که آب روی سطح گلابگیر مرتب عوض شود و خنک باشد. ظرف برای گلاب بهتر از شیشه‌ای باشد و درون آب خنک قرار می‌دهیم تا عطر آن بیشتر شود. زمانی که مایع درون دیگ به جوش آمد، حرارت را کمتر می‌کنیم. باید قبل از تمام شدن آب درون دیگ حرارت خاموش شود تا اینکه گلبرگ‌ها نسوزد و گلاب بوی سوختگی ندهد.